بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، امروز این موضوع دوم در بیان خطاگی هایی که هنگام گرفتن وضو یا که بعد از وضو مردم واقع میشوند را به شما ذکر و یادآوری می‌نماییم. اولا قول الله سبحانه و تعالی را میخوانیم و آن را ترجمه میکنیم، سپس میگذاریم بر بخش این مسئله. در بیان وضو گرفتن الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 6 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، خطاب به سوی مؤمنان است. اذا قمتم، هنگامی که الی الصلاة به سوی نماز برخاستید، فاغسلوا وجوهکم، رویهای خود را بشویید، و ایدیکم، دستان خود را بشویید، الی المرافق، تا آرنج، و امسحوا برؤوسکم، بر سرهای خود محض بکشید، و ارجلکم الی الکعبین، و پایهای خود را تا بجولک بشویید، و این کنتم جنوبا فطهروا، اگر در حالت جنابت باشد پس طهارت غسل نمایید، و این کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اگر بیمار باشید یا در سفر باشید یا یکی از شما از قضای حاجت برآمد یا با زنان خود آمیزش کردید، فلم تجدوا ماء، اگر در این حالت ها آب نیافتید پس چیکار نمایید؟ فتیمموا، تیمم نمایید. با چی؟ صعیدا طیبا، با خاک پاکیزه. چگونه تیمم کنیم؟ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، یک ضربه در زمین زده با چهره خود و دستان خود مسح میکشی. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله سبحانه و تعالی برای شما وزمینی و سختی نمیخواهد، ولكن يريد ليطهركم، ولیکن الله میخواهد شما را پاکیزه نماید، وليتم نعمته، و نعمتش را برای شما کامل بنماید، علیکم لعلکم تشکرون، باشد که شما از جمله و زمره شکرگزاران قرار بگیرید. پس اهمیت وضو در نماز، اگر بخواهیم میگوییم اهمیت طهارت از برای نماز، وضو و غسل و تیمم. الله سبحانه و تعالی در صدر این آیت خطاب ندا کرد به سوی مؤمنان، ندا به سوی مؤمنان بود، بیان اهمیت این طهارت و نماز، بیان اهمیت نماز، چون این پاکیزگی دو قسم است. معنوی است، پاکیزگی قلب از شرک، از کفر، از بدعت و گناهان و معصیت ها، و پاکیزگی بدن است. برای همین الله گفت یا ایها الذین آمنوا، به سوی مؤمنان خطاب کرد، ای مؤمنان، چون ایمان بنده با طهارت گرفتن زیاد می شود، با وضو گرفتن، با غسل نمودن، با تیمم کردن، با همه این قسمت ها وابسته بر نیت بنده ایمان بنده زیاد می شود. زیاد و کم شدن ایمان از این هم وابستگی دارد. برای همین این آیه کریمه سوره مائده آیه 6 بیان احکام وضو و طهارت و غسل و تیمم را یک جا در بر میگیرد. برای شخص چی بیمار باشد، چی مسافر باشد، چی طهارتش شکسته باشد، از قضای حاجت بران، چی با همسر خود آموزش کرده باشد، همه حالت رو برای ما یک آیه کریمه بیان کرده است، احکام رو روشن کرده است. این مسائل مهمی هستند در حیات. پس خطاگی های پهن شده که هنگام ادای وضو و بعد از آن واقع میگردد بندگان، اولا بعضی از مردم رو میبینیم که خطاگی های اولی که بعضی از مردم رو میگن در آن واقع میشوند، دستان خود رو هنگام شستن از زیرا شروع نمایند، از آرین شروع میکنن. هنگام شستن دست ها از آرین شروع میکنن، از آرین میشویند تا بجولک رو، دستان رو، پنجه های دست رو نمیشویند، بلکه در وضو آن چیزی که بندگان باید شروع نمایند اول از دستان میشود. دستان رو کاملا میشویی، چون شستن دو کف دست تا بجولک این واجب است، چون این دو کف دست در دست داخل می شود، در این قول الله سبحانه و تعالی که خوندیم. پس بر این واجب می گردد که شستن دستان از کفان دست شروع می شود. پس شستن دستان لازم می گردد و اول کفان دست شسته می شود، و بعد از شستن
چهره برای تو لازم میگردد که دستان تا آرنج بشویی فهمو؟ این خطای اول است که انسان واقع می شود. دوم خطاگی که مردم در هنگام ادای طهارت واقع گشتگی هستند، تلفظ با نیت. هنگام وضو گرفتن نیت را با زبان خود تلفظ میکنند که تمام علما اتفاقی بر این هستند که تلفظ با نیت این از سنت پیامبر نیست، از سنت صحابگان کرام نیست، بلکه نیت محلش قلب است. حاجتی نیست بر تلفظ کردن آن با نیت کردن بگذارم که هر تا نمازم نیت مینامند، این حاجت بر این ندارد، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام ندادند و توصیه هم نکردند و نه صحابگان کرام این را انجام دادند. از هیچ کسی آنها یگام روایت صحیح ثابت نشده است که با زبان خود نیت کرده باشند، چی در طهارت چی در نماز. پس بر ما لازم است که بر رسول الله پیروی کنیم، به اصحاب کرام، با علمای دین و در دین چیزی را که نیست پیدا نکنیم و در آن چیزی که الله و رسول الله بر ما شریعت قرار ندادند از آن دوری بجوییم، چون تمام خوبی ها و نیکی ها در پایبند بودن به کتاب الله و سنت پیامبر و فهم سلف ما صحابگان و تابعین، کسانی که با احسان از آنها پیروی کردن هست. دیگری از خطاگی هایی که مردم در هنگام وضو نمودن در اشتباه افتادگی هستند، اعتقاد بر این که وضوی انسان کامل نمی شود مگر اینکه البته باید 3 بار هر اعضای بدن شسته شود. این را لازمی و واجب دانستن بعضی از مردم که هر اعضای بدن باید 3 بار شسته شود، اما بدانیم که 1 بار شستن آن واجب است. اتفاق است 1 بار شستن آن واجب است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 بار طهارت گرفتند و 2 بار هم طهارت گرفتند و 3 بار هم طهارت گرفتند با دلایل صحیح. پس بر تو ای بنده لازم است که از رسول الله پیروی نمایی. 1 بار که واجب است، پیامبر 1 بار هم گرفتن، 2 بار هم کردن، 3 بار هم کردن هر اعضای بدن رو. و بس برای حالت تواناییت تو می توانی گاه 1 بار وضو بگیری، گاه 2 بار وضو بگیری، گاه 3 بار وضو بگیری، هر اعضای بدن رو شستن در نظر دارم ده اشکالی ندارد. امر در این واسه است، ولیکن برای خود واجب نگردون. باید اگر که تو 3 بار هر اعضای بدن رو نشستی طهارت کامل نیست گفته. این اعتقاد رو از سر دور بساز. و همچنین بعضی از خطاگی هایی که مردم واقع شدگی هستند، اگر بسم الله را در اول وضو تمام کردن فراموش کردن، بسم الله را در اول وضو فراموش کردن، گمان میبرن که وضوشون صحیح نیست، با اثر وضو میگیرن. اگر انسان فراموش کرد که در اول طهارت کردن بسم الله را فراموش کرد، هنگامی که در ذهنش در ذکر یادش آمد آن هنگام بسم الله بگوید در هنگام وضو گرفتن. اگر وضویش رو هم تمام کرد به اتمام رسانید که بسم الله را نگفت، وضویش کامل است، چون بسم الله از سنت ها و مستحبات هاست، نه از واجبات و شرط ها و فرض ها که بدون آن صحیح نگردد. و دیگری از خطاگی هایی که مردم در آن واقع شده، ترک الاستنشاق فی الوضو، ترک نمودن استنشاق در دهان و در بینی آب گرفتن در وضو. استنشاق در بینی آب کشیدن رو میگویند، مدمده در دهان آب گرفتن رو. دیگری از خطاگی ها این است که مردم این رو فراموش کردن یا که این رو انجام نمیدهند. این ضرور است، این لازم و واجب است، چون این در چهره داخل میگردد، دهان بینی در چهره داخل میشود. پس شستن چهره انسان صحیح و درست نمیگردد مگر با مزمزه، متوجه کن مزمزه میگه، مدمده و استنشاق در دهان بینی آب گرفتن. اگر 1 بار هم باشد، اما از باب افضلیت است که 3 بار هر اعضای بدن را شستن. و علما فرمودند که اگر هر کسی که طهارت میگیرد و در آن بینی و دهانش را آب نمیگیرد، وضوءش صحیح نمیگردد، از سر وضو بگیرد. و دیگری از خطاگی هایی که مردم هنگام طهارت کردن واقع شدگی هستند، سر را محض نمیکشند. این هم یکی از خطاگی های کلان دیگر است. بر زن بر مرد هر دو برابر هستند در محض کشیدن. شخصی وضو گیرنده هنگامی که وضو رو میگیرد، هنگام محض کشیدن سر باید تمام سر رو محض بکشد. هر دو دست رو تر کرده 1 بار از پیش همین خیلی با پایان ببرد تا عقب رو ببرد. سپس دستش رو باز بگرداند بر آن مکانی که شروع کرده بود. و دیگری از خطاگی هایی که مردم در هنگام گرفتن وضو در اشتباه افتادن خطا کردن، اعتقاد بعضی از مردم بر ضرورت داشتنی مستحب کردن. بعضی از مردم مستحب کردن را داخل کنانیدند در واجبات. حتما بدون این طهارت نیست گفته. اگر انسان عورتش را شسته باشد، هرگاه هر وقت شسته باشد، سپس طهارتش شکست،
یکی به وضو شد باد برآمد یا که بعد دیگر حالت طهارت شکست، برای وای دیگر واجب نمیگردد که بار دیگر چیکار نمایی؟ بشویی، پیش پس رو بشویی. مستحب میگم ما. مستحب در واجبات نماز داخل نمیشه. مستحب تماما حکمش علاهیده است. هنگامی که اگر انسان دو مخرج اگر که غجد شد تو قضای حاجت کرده، در این حالت تو را پاکیزه مینمایی. اگر باد برآمد شستن آن واجب نیست. اما اگر که بغیر باد چیز دیگری برآمد قضای حاجت، در این حالت که تو وای را باید بشویی. حتی اگر با کاغذ بالاتر با چیز هنگر که توانی پاکیزه نمایی، اینم صحیح میگردد. بعضی از مردم حتما باید بشوید، یا که یکی از این دو مقامش جایز است، یا که بشویی جایز است یک بار، چون در احادیث صحیح ثابت است پیامبر صلی الله علیه و آله گاه شستند، گاه استفاده کلوخ بردند، یا که متا یا که لته، هر دو اینها را هم جایز است. یکی از اینها را استفاده جایز براست. دیگر از خطاگی هایی که مردم در این واقعه شدگی هستند در هنگام طهارت گرفتن، محض کشیدن گردن ها را محض میکشند در اخیر. حتی این امر مستحب نیست. محض کشیدن فقط برای سر است. دلیلی برای این سخن ثابت نیست. تا پایین سر از دمیدن موی سر تا پایین سر یک بار همین محض میکشی تمام، گردن دیگر لازم نیست، چی برای مردان چی برای زنان. و دیگر از خطاگی هایی که مردم در هنگام وضو گرفتن واقع شدگی هستند، اعتقاد بر این که سخن گفتن هنگام وضو را میشکند یا که جایز و روا نیست. وضو انسان صحیح میگردد اگرچه سخن هم بگوید. در این یگام حرج نیست. امر واسع است. در این یگام تأثیر بر وضو انسان نمیگذارد. این و دیگر از خطاگی هایی که مردم در آن واقع شدگی هستند هنگام وضو گرفتن، خاصا این بر زنها مربوط است. هنگام وضو، هنگامی که در دستان خود لک دارن یا که رنگ ها دارن یا که در چهره هایشان، اینها رو نمیشویند، تازه نمیکنند، بلکه وضوی انسان صحیح نمیگردد. هر چه که در بالای ناخن یا که در تگ ناخن قرار دارد یا که در دست انسان قرار دارد، باید او تازه کرده شود. رنگ هر چه که باشد، لک. و دیگری از خطاگی ها هنگام وضو این است که بعضی از مردم اعتقاد دارند که رنگ روغنی ها در اعضای بدن اگر که برسد وضو رو باطل میکند. خاصا خواهرها بسیار میپرسند که ما میکیش کنیم گفته وضو ما باطل میشود. نه، این وضو داره با وضو یگام خلل ندارد. اما اگر وضو شکست، سپس برای تو لازم است که اونها رو تازه نمایی. بارک الله فیکم. دیگر از خطاگی هایی که هنگام وضو گرفتن مردم واقع شدگی هستند، هنگام وضو بعضی از مردم در گردنبند دارند از خواهران که برای مردان حرام است، یا اینکه دست چله دارند، چی خواهران چی برادران. هنگام وضو گرفتن آن را حرکت نمیدهند، تگ آن را نگاه نمیکنند، تگ آن را تازه نمیکنند، تر نمیکنند. این دیگر از خطاگی است. اگر چله تنگ باشد یا که دستمانه دستبند، حتما باید او را حرکت داد. شستن دستان لازم است. و دیگر از خطاگی هایی که مردم در آن واقع شدگی هستند، برای شستن گوش ها آب نو میگیرند. گرفتن آب نو برای شستن گوش ها اینم ثابت نیست. اینم بر یک آب تو میگیری میشویی. همین که محض کشیدی سر رو با باقی مانده هم آب که پشت گوش و پرهای گوش رو میشویی. و همچنین پیش گوش که اینجا مکان های سفیدی هست، اینجا رو هم میشویی. بعضی از مردم اینجا رو شاید ترک نمی فراموش کنن، خاصا مردم که ریش دارن. بعضی مردم ریش دار نمونده است، هم خودشون تشبیه به زنا کردن، یا اینکه از ترس، یا اینکه از گفتم بعضی برادرها شیر نر هم از بین رفته، هم شیر مودش دیدن. الله مستعان. پس باقی مانده آبی که هنگام مس کشیدن در انسان است، همون باقی مانده رو چیکار می‌نمایی؟ گوش ها رو مس می‌کشی. و همچنین بعضی از خطاگی‌هایی که مردم هنگام وضو گرفتار شدگی هستند، اعتقاد بر این که از برای هر نماز باید وضو گرفت. از برای هر نماز باید وضو گرفت. کسی که وضو دارد که وضو برایش لازم فرض واجب نیست، بلکه امر مستحب است. اینکه رسول اصلا با یک وضو چندین نمازها رو می‌خوندن، دو نماز زیاده از دو نماز رو می‌خوندن. امر واسع است. اگر توان آن را داری که 5 وقت نماز رو با یک وضو بخون، خاصتا در زمستان خنکی با. و همچنین دیگر از خطاگی‌هایی که هنگام وضو قرار میگیرد، مردم هنگام وضو گرفتن انم بین انگشتان خود یا که بالای انگشتان خود مکان‌هایی که خیلی چخرک هستند، جای شکسته بندی‌ها، پیوندی‌ها، همینجا رو اهمیت نمیدن، باید اینجا شکیده شود، دست‌ها شکیده شوند نمیخواد باید، تا که آب بر این ویخا هم برسد، بر این جای‌ها هم برسد. و همچنین دیگر از خطاگی‌هایی هست که هنگام آب رو بر پای ریختن، شستن پای، همون رو باید بیشکن. نه، همین آب که همین رسید، بدن رو آب رسید، وای چیز بسنده است. فهمو؟ بعضی از مردم حتما شکیدن در کار است، یا که دستان رو همچنین. به خاطر آن تو میشه که جاهایی که تر میماند، آن جایها آب برسد. و بعضی از خطاگی‌های دیگری که هست، مس کشیدن فقط پشتی گوش ها است. داخل گوش ها رو اهمیت نمیدهند، بلکه داخل گوش ها این خدچه‌ای که هست، اینها رو تازه میشکی، مس میکنی. این هم باید هنگام وضو اهمیت داد. بارک الله فیکم.
و همچنین بعضی از خطاگی هایی که مردم در آن واقع شدگی هستند، هنگامی که وضو میگیرن وضو رو به اتمام میرسانند، سپس میبینن که در بدن آنها یگام نجاست است. گمان میبرن که نماز وضو آنها باطل شده است. نه، این بر وضو یگام علاقه ندارد، بر طهارت یگام علاقه ندارد نجاست، بلکه آن نجاست آن لباس رو تو دور میکنی، آن مکان نجاست رو تو میشویی، پاکیزه مینمایی. امیدوارم که مسئله برایتون بیان شده باشد. هست یگام سوال دیگری مربوط به همین وضو در ذهن این شما یگام کلمه یگام چه آمد؟ اگر باشد گپ زنید. شاید یگام چه باشه که ما ذکر نکردیم یا که فراموش کردیم.